من جنگیم، من خرم، به هم میگن شور پلنگ. اینو خوب تو ذهنت حکش کن. تو کلانتری بهتون نشون میدم سگ کیم. آدرس بوتیکو بده، میخوام برم ازش معذرت خواهی کنم. یه وقت فوری فوتی میخوام پیش شرم. من به نونی که احترام سر سفره بچه‌هاش میذاره بیشتر مطمئنم تا خودم. 2 ساعتم بیشتر این وردی که میگم تاثیر نداره. آخه الان وقت اومدن بود، چرا مامانم الان اومد؟ پشتش بالا نیاری اینجا. آی اش آی اش. شهرام بیا برو در رو باز کن. چه خبره؟ این میره اون میاد، این میره اون میاد. بله بله. تقدیم باش. ای وای من ای وای من ای مخزن اسرار من، آتش زدی بر جان من. تو مثل یه سکه طلایی که خاک روش رو گرفت. برو عقب برو عقب. فرمایش. دعوتم نمی کنی بیاد خون. ببین اول یاد بگیر سلام کن، بعد توقع داشته باش که دعوتت کنم. امرتون. سلام. علیک سلام. ولی من اومدم شما رو دعوت کنم. کجا؟ به یک رستوران باشکوه برای یک شام 2 نفره که چی بشه؟ که استاد یساری برامون بخونه. سلطان جواد یساری. کی هستیشون؟ ای بابا، یک خواننده معروف و محبوب دلها. چی میخونه؟ اول آشناییمون یادت میاد آهان، همونی که گفتی به من دوست دارم. باوش خیلی باهوشی. برو بیرون، برو عقب. ببین حرمت گذاشتم که اول در رو رود نبستم، ولی الان در رو محکم تو صورتت میرم. همین الانم از اینجا دوش و جلو همسایه‌ها خوبیت نداره. برو ببینم. یالا برو بیرون ببینم. اجازه بده. کنار ببینم. شهرام اول آشناییمون یادم میاد. عوامه به شهرام جان گل بلبل. عرق بیدم. این مال مامانته. کدوم؟ این آقای بیچی عزیز، جونم. ما تو این محل آبرو داریم، اینجوری در نظر. بعدم این همه ننه، بی خیال ننه ما شو. مال خودت. صبر کن. مگه تو به من قول ندادی منو ببری رستوران؟ آقا جون، من شما رو یه شام بهت میدم، یه نوشابه اضافه هم روش، ولی بی خیال ننه ما شو. ببین من امشب اومدم مامان تو. مامانمو چی؟ برم رستوران با هم شام بخوریم. تو هم بیا بابا، تو هم بیا. ببین من شهرام جان دارم، بفرمایید. عوض کن. آدم دعوت شما بیچاسچو میگه نه. خودم هم میخواستم برم، مامانم نمیذاش. عوض کن. چی مامانم نمیذاش؟ خودت برو دیگه. بیچاقچی که حتما تنها نمیاد. کامران اون دختره رو هم میاره. اون وقت واسه من که جز 5 شوی اول ایران و تورانم یه ذره افت داره. سایه از تنها برم. عوض کن. مگه کامرانم میاد؟ فکر کن اون تفلون نیاد. عوض کن. خب این بهترین فرصته که پاشو برو. واخه دختره رو میزنی، خودتو تو دلش جا میکنی. اگر هم میترسی تنها بری، با خواهرت برو. فکر بعدی نیست. حالا عوض کن. استاد خیلی مخلصیم، ارادت دارم. میدونم خسته هستیم، برنامه تموم شده.
تشریف آوردین. واقعیت همینه که من رفیقام بچه محله بچه قهوه خونه آمار گرفتم شما اینجا برنامه اجرا می‌کنید. من ببخشید بیادبی می‌کنم، خاطرخواه یه دختری هستم. خانواده‌شو برای امشب دعوت کردن اینجا. یه تصدیایی هم دارم. خیلی دوست دارم یه آهنگ مخصوصا از آهنگای شما بخونم بلکه مهرم به دل این دختره بشه. چه خوب پسر آقا، من تیپ قشنگ شما رو میبینم لذت میبرم. میخوام ازت بپرسم اسم قشنگ شما چیه؟ من شهرام ساکت هستم. شغل عزیزتون چیه؟ من دادزنم. دادزن. البته شغل موقت هم ولی خیلی دوست دارم بخونم. ایشالا که حتما موفق میشید. من برای امشب منتظر شما هستم و دوست دارم این وصلت هر چه سریعتر انجام بشه. وای چه زن، چه جواهری. به این میگن زن. زن باید اینجوری باشه. نبودین که ببینین زن به اون جذابی، به اون خوشگلی، به اون ماه هیکل چارچونه ستب چادرش کمر زده بود و مثل یه مرد کار میکنم. میخوام برمش اینجا سرپرستی اینجا رو بهش بدم. آره به چخ رفتیم. هیچی همونجا نوشه جان. شما جوونین، خامین. یه نفر باید بزرگتر از شما باشه راه رو از چاه بهتون نشون بده. چه کسی بهتر از این زن ها؟ بعد من چه کسی بهتر از احترام جان ها؟ احترام جان؟ بله احترام جان، احترام جان. بله خب خودتون آماده کنین. امشب مهمان منید و احترام جان به صرف شام. شهرام شانس آوردیم زود اومدیم. شهرام زود باش انقدر حرف نزن. نمیچسبه لامصب. چی نمیچسبه؟ بیا از این بزن. بگی داره این از این بزن. بابا نصف چسبو براشم خالی کردم، نمیچسبه دیگه. من اصلا موندم پاشنه بلند پوشیدن چی بود؟ سال در 12 ماه با کتونی زرنگی میری بیرون. حالا پاشنه بلند؟ اونم نه این پاشنه بلند، رفتی طبقه دوم سرد. از طبقه دوم سرد رویا خانمو خیلی دقیق‌تر میبینمش. جون شوره، مرگ شهرام. خرابه اون نکنه امشب جلو زیدمونا. اون از هیچ خبر نداره. اون نمیدونه میخواد زن داداش من بشه، ولی من که میدونم میخوام خواهر اون بشم. عزیز دلم من باید گل برادم اینش رو خف کنم یا نباید خف کنم؟ تو حالا ما رو خف نکن. بابا جون این نمیچسبه، این از این بنجلای چینیه. برداشتی میرم از کجا میری خرید میکنی پولاتو میریزی دور. عزیز من چرا توهین میکنی؟ چینی چیه؟ این کار دست یه هنرمند دستاز ایرانی عزیز دلم، از وسط حفوظ خریدم. حالا دیگه اتفاق دیگه پیش میاد. چی شد؟ سلام قربان. سلام جان. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بیچاق چی؟ به شهرام جان گل بلبل من. خیلی خوش اومدید. سلام ردیفو. کوشن. احترام جان کوشن. احترام خودتون لطفا نگه دارید. اتفاقا خیلی دلم میخواد داشته باشم احترام جانو. ما اگر احترام گذاشتیم اومدیم به خاطر اینکه شما دعوت کرده بودیم. ما نخواستیم رد کنیم دعوت شما. یعنی چی حالا؟ خب من میفرستم بیار. نه عزیزم. برو. اصلا بحث هزینه‌اش نیست. نه. ایشون خودشون دلشون نمیخواست. بعدم در ضمن مسئله دیگه فراموش کنم. به همین راحتی. ببینم تو میتونی عشقتو فراموش کنی. درسته که خواهر من عشقمه، اما خواهر منه. شما چرا رویا رو نیاوردین؟ به تو چه ربطی داره مردی که دوست دارین عطابک رو بفرستم بیارته؟ تو بفرستی بیارته؟ آره گفتم شاید مشکل هزینه داره. ها خندیدم. معامله پس بله. یعنی دیگه با مامان من کاری نداری؟ کاری نه. با دختر منم کاری نداری؟ تمام. قول. شهرام الان استاد میخواد برامون ضیافت اجرا کنن، میخوام بخونن برامون. جان اینا یه روده ای راست تو شکمشون پیدا نمیشه، دارن قپی میان بریم. شما یه مقدار دندون رو جگر بذارید بهتون میگم چقدر رودش راسته. پس ببینیم روده راستو. ولی قبلش یه توافقی میکنه. چه به پاس این توافق 1 2 3 4 به علاوه 1 ضیافت شام مهمان عالی جناب بیشاخچی هستید. بفرمایید. سلام جان، من میگم تو اینجا بشین. ببخشید منو دوره بر باش. یه از خودت خزیره کن تا بعد. چه خانومی ماشاءالله. خیلی
شغلم اصلا شباهتی به مادرت نداری ها؟ شرمنده شوهر خانم، حساب شما از حساب اون داشت نامرد جداست. منتها وقتی جنگ میشه آدم یا واس اینوری باشه یا واس اونوری باشه. بایزه بفرمایید بفرمایید. بله. الو آقا فراد؟ شما شافه کن یه دوست آقا شهرام و شوهر خانومتون امشب مهمونی بچه مایی دارن. رفتن که رفتن تو رو سننه. دندون طمع عمه و پسرعمه خوش غیرتت بد جوری گرد شده. طرف یه کندوی عسله میخوان شوهر خانومو به زور بکنن تو پاچش. گیریم که همه این چیزایی که میگی درست. به من چه دخلی داره؟ اسم گذاشته رو دختر مردم، خانه که نشسته پای میز یکی دیگه. میگی چه دخلی به من داره؟ ما رو بگو گفتیم با یه خوش غیرت داریم حرف میزنیم. الان اینا رو میگم رگ غیرتش جر میخوره. آره بابا برو به رستوران برس، تو که غذای چرب گیرت نیامد، بلکه یه توکی به دسر بزنی. خوش غیرت. آدرس واسه پیامک میکنم، دوست داشتی یه سر بزن. برو آقا برو دایی تو بیچاره کن. بیکارن. چی شده؟ یه شما میل کردین برین خونه، من برم یه جای کار دارم. بشین. کی بود؟ کی؟ هم که زنگ زد. نمیدونم نمیشناختم. خوبه نمیشناختی شاید اینقدر عجله داشتی بری. نه من که نشستم. باز الکی به من شک کردی ها. خانم عزیزم یارو زنگ زده میگه دختر عمت با یه غریبه رفته رستوران. پس قضیه ناموسیه. 7 ماه من و بچه‌م از پدر و مادر تو بقیه مخفی کردی. منی که زن شرعی و قانونیتم. اون وقت به رگ غیرتت برخورده دختر عمت با یه غریبه بیرونه. آره هست که هست به درک. ماما رگ غیرت یعنی چی؟ آب میوه تو بخور. دختر قشنگم رگ غیرت یعنی هیچی. 100 بار بهت گفتم به من نگو دخترم. چشم. خانومم یه دقیقه من نگاه کن عزیزم. شاید من بخوام یه چیزی بگم بعضیا قراره که متوجه نشن. خب منظورت از بعضیا من که نیستم. ابدا. به من نگاه کن شما. بابام پاشو کرده توی کفش که باید با دختر عمت. خب منم هرچی بهانه آوردم میگه الا و بلا فرهاد و شهره باید فلان. الان پیش خودم فکر کردم اگه این یارو این چرت و پرتایی که گفت واقعیت داشته باشه چه بهانه‌ای بهتر از این که من برم بالا سرش مچشو با یه غریبه بگیرم بگم پدر بفرما. به تو چه آخه؟ بابا تا بفرست ببینه چه تیکه لحی و واسه پسرش لقمه گرفته. چشم. آب میوه تو بخور. تمام. ببخشید کارتون با چسب تموم شد؟ چسب؟ اگه کارتون با چسب تموم شد بدیم ببرمش. چسب نیست آب پیدا کردی باشه اگر میاری براش. ببخشید این لیوانم لطف میکنید؟ نه بخورم میکنم هنوز غذا ترست. خواننده محبوب دلها عباس قادری. سلطان یساری شبای زوجن، سلطان قادری شبای فرد، سلطان شهرام هم شبای جمعه. سلطان عباس قادری. بله سلطان عباس قادری. بله که بگه چی؟ تکسن خوش به حال تکسن که نداره. بله همون. تو بخوکی مثل آبی شیرینی
دست خودتون درد نکنه. با کمال میل. چشم. باریکلا. چی شد عمو جان؟ چیه؟ این همون چسبه نیست که دنبالش میگشتن؟ این چقدر شبیه خجالت بکشید. عمو جان من نگفتم خودتون رو مسخره این دوتا الدنگ نکنی؟ درست صحبت کن. ادب مد بحث دولت حسبی ما عقص. حرف دهنتو بفهم. اگه همون موقع که لاستیک ماشینمو جر کرده بودی ادبت کرده بودم الان انقدر وقیح نشده بودی. اصلا قشنگ تو جمعونم. عمو جان ببینم. دست خودتون درد نکنه. سپاسگزارم از این همه لطف و محبت. امشب که ما اینجا در خدمت شما سروران عزیز هستیم، یک جوان خیلی خوش‌ذوق، با مرام، با صفا تو این بازار آشفته موسیقی این زمان ما، این هنرمند واقعا نابغه است. میخوام خدمتتون بگم از خود منم قشنگتر میخونه. به افتخارش یه دست آنچنانی بزنیم همه دیگه. نکنه تو رو میگه. آقای شهرام ساکر. بزنیم هر کاری بکنیم به افتخار این هنرمند بازم کمه. دم شما گرم. شهرام شیر مادر تمامه. به صفای قدمت استاد. ما کوچیک شما هستیم استاد. خیلی کار سختیه، ولی قبلش از تک تک شما عزیزان میخوام به افتخار خواننده محبوب دلها، خواننده محبوب مردمی، استاد عباس قادری بزنیم اون دست قشنگه رو. ماشاءالله چه شب قشنگی رو برای ما ساختن. ممنونم از شما استاد. زنده باشید، زنده باشید. 7 ساله تا 70 ساله به افتخار خودت بغل دستید اون خانواده گل محترمت بزن اون دست قشنگه رو. با تشکر از بچه‌های شاداباد. ماشاءالله. آقا آماده این دوستان؟ پس برو بریم. میخوام داشته باشم. شلوش از عروسی خوردیت برم. خوش به حالته که سنگ که نداری دل تنگ، حسوده میشه به تو بی صدایی و یه رنگ. دل عاشق نداری میشه که از جا بذاری، تو با غم بشکننه شرششات خوبه باری. خوش به حالته که سنگ، خوش به حالته که سنگ، خوش به حالته که سنگ، خوش به حالته که سنگ. ها ماشاءالله جله بزن اون دست قشنگه. برو بریم. شما قدر رو ببین، صدا رو ببین. ماشاءالله شیر مادر طلالت باشه بفرم. ما نداری که بری دنبال یا شرم بشه، وقتی پیداش میکنی نه خودت با ناز و غم. گوش نداری بشنوی وعده‌های عاشقا، بفریبن تو رو با دروغ و وعده ها. خوش به حالته که سنگ، خوش به حالته که سنگ، خوش به حالته که سنگ، خوش به حالته که سنگ. ما نداری که بری دنبال یار شرم بشه، وقتی پیداش میکنی نه خودت با ناز و غم. گوش نداری بشنوی وعده‌های عاشقا، بفری
میبنه تو رو با دروغ و وعده ها. خوش به حال تکه سنگ، خوش به حال تکه سنگ، خوش به حال تکه سنگ، خوش به حال تکه سنگ. خجالت نمیکشی؟ دایی؟ دایی و زهر ما. دایی؟ 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 او جان! آخ به چخ دایی؟ شهرام دیدی چی شد؟ دیدی دایی من تو چه وضعیتی دید؟ خاک تو سره. سلام. بفهم. بشین تو ماشین کارت دارم. بابا اینجوری که زشته، بریم داخل حالا. خیلی طول نمیکشه. تو از من خوشت میاد؟ ازدواج من و کامران سوریه. چرا؟ یه دلیل شخصی که به خودم مربوطه. بابا جوری تو وصیت‌نامه‌اش شرط کرده که اگه من زن کامران بشم اموالش به من میرسه. من و کامران باید 1 سال عقد باشیم تا بعداً بابا اموالش رو بندازه پشت قباله ازدواج من. یعنی بابا انقدر کامران رو دوست داره؟ نه، میخواد جلوی رفتن منو بگیره. ببین من طراحی لباس خوندم. 2 سال خیلی دویدم و زحمت کشیدم که برند رویا رو ثبت کنم. من کلی طرح دارم، ایده دارم. اونا رو نمیتونم اینجا اجرا کنم. میخوام برم برند رویا رو جهانی کنم. ولی بابا نمیذاره. میگه من چه مرده باشم و چه زنده، تن و فرزندم باید نزدیکم باشه. برای همین فکر میکنه اگه من با کامران ازدواج کنم دیگه نمیرم، از رفتن پشیمون میشم. واقعا میخوای بری؟ انگیزه‌ای برای موندن ندارم. بگذریم. من نیومدم اینجا این حرفا رو با هم بزنیم. من بابام از جوونی هر چی که خواسته به دست آورده. الانم هوای مامان تو افتاده تو سرش. من که میشناسمش. یه حس زودگذره. اما وقتی بابام یه چیزی رو بخواد هیچ جلودارش نیست. الانم حال و هوای درست حسابی نداره. تو که نمیخوای پشت سر مادرت حرف بشه که به خاطر پول طرف زنش شده. پس یه کاری کن تو همین چند روزه حال و هوای مامانت از سر بابام بیفته. شهرام، اگه بابای من بی خیال مامان تو نشه، تو باید بی خیال من بشی. ببخشید دیرم شده باید برم. ببین ممنونم که منو درک میکنی که دلم نمیخواد جز من اسم هیچ زن دیگه تو شناسنامه بابام باشه. من هیچ علاقه‌ای به کامران ندارم. فقط یک کاش قضیه مامان تو و بابای من پیش نمیومد. اون وقت راحت‌تر میتونستیم راجع به خودمون تصمیم بگیریم و فکر کنیم. از اینجا به بعدش هم بستگی به خودت داره. اگه دیر بجنبیم بابام کار خودش رو میکنه. اون وقت من مجبور میشم که پا رو دلم بذارم و زن کامران بشم. خداحافظ. احترام خانم محترم، ببخشید میشه منو به غلامی خودتون قبول کنی؟ همین؟ بابا لامصب این همه جمله خوشگل تو دنیاست. مثلا ببین اسقر، ننه من همین الان یه خواستگار مایه‌دار دست به نقد داره. شلبیای دیر به جا میپریده. نگو بابا. این گلو میبری زل میزنی تو چشش، برمیگردی میگی میخوام سقف بالا سرت شم. نه زل نمیزنی تو چششا، سرتو میندازی پایین.
میگی میخوام اون بیاره خونت شم. آره قشنگه. میگی شب به شب که میام خونه میخوام با لگد در وا کنم. آره. بس که جفت دستم پر خریده. آره. صبحم که بلند شدی بالشتو بلند کردی اون زیر برات تراول چیدم. نمیشه همینا رو خودت به ننت بگی؟ گرفتی ما رو؟ دنبت همینقدر بود؟ نه والا. اونجوری که تو از بالا دیوار میپریدی کف خونه ما گفتیم ما اصلا دست ننه ما رو میگیری میبری پاتایا، پشتت خالکوبی میکنی، احترام عشقت منو کش. زرشک. ببین پسرم، من نبودن نیستم، من اهل عملم. دوستم اگه فیلم هندیه بذار یه جمله عاشقانه جذاب واسه پیدا کنم عشق کنی. ببینم چیکار میکنه. نه خوب نیست. بگو من رو شما کرش دارم احترام خانم. چی؟ کرش. کرش دیگه چه کوفتیه؟ همون دوست دارم امروزیه دیگه. مگه کرم دارم همونو میگم دیگه. نه بابا این چرت و پرتا چیه میخواد بگه؟ بره جلو ننه ما بگه کرش دارم. همونجا ننه ما جارو خاک اندازو تا ته میکنه تو حلقه. فهمیدم کجاست. همون اولش یه دست ننه قمر رو گرفته بودی خوشگل محترمانه میومدی جلو، حالا انتر منتری الف بچه نبودی. چه میدونم تو با این سن و سالت با این تجربه تا حالا خواستگاری نرفتی؟ تا حالا 4 تا جمله عاشقانه به هیچکی نگفتی؟ آخه من به خاطر ننم پامو از تو این کله پزی بیرون نذاشتم. اگه یه زنی، یه خانومی، یه دختری بیاد اینجا میفهمم این خانوم اهل زندگی هست یا نه. میگی نه؟ جعفر برو اون برو از در بیا. شما بشین یه دقیقه میخوام بهت نشون بدم. اصغری کله داری؟ بله دارم، کله پا کرده دارم. اصغری پاچه داری؟ بله دارم، پاچه پا کرده دارم. زبون بره داری؟ بله دارم. چشم و گوش و پروری؟ بله دارم. 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 بابا چی بله دارم بله دارم؟ مگه عروسیه؟ عروسی کدومه؟ من این فنتیشو بلدم. ببین اصغر، میخوام یه تقلبی بهت برسونم. ننه من آدم ظاهربینی. اتفاقا من ظاهر و باطنم یک. سر وضع براش مهمه، ریخت و قیافه براش مهمه. اون چه بویه درست کردی واسه خودت بابا؟ بابا مو فرفری چشه؟ این اون لونه کلاغ میمونه. توش نه رفری؟ جون من. جون تو. بگو مرگ من. مرگ تو. جون بابا. جون بابا. ببین جعفر با تو هم ور نگاه میکنه منو. چراغا رو خاموش کن بپر بیرون، کرکررم بده پایین. وای میسی تا من بگم. یه دقیقه بیا کارت دارم، میخوام یه چیز بهت نشون بدم. چیکار داری؟ بیا میخوام نشونت بدم. بیا بجام جعفر بکش پایین. بیا پسرم یه رازی رو میخوام واسط بگم، یه چیزی نشونت بدم. یه دقیقه بیا. چی نشون؟ ببین واقعیتش اینه که ننه خدا بیامرزم خیلی دوست داشت من مون فرفری باشم. منتها میگفت شب چهارشنبه آب جوش ریخته گربه‌سیاه نشد. این بود که رفتیم بازار سید اسماعیل یه کلاه گرفت واسه من. دلم میخواد لمسش کنی خودت. چی رو لمس کنی؟ میگم لمسش کنی خودت عزیزم پسرم نشه. چی رو لمس کنی؟ اینا آره با عکسشو بفرست. نه عزیز عکسش چیه؟ بیا بردار برش دار. چی رو بردارم؟ این مال منه. به مامانت بگو این لونه کلاغ الکیه، موهاش طبیعیه. سلام برسون به مامانت. آخه خودم سلام میرسونمش. وای سگ تو قاموست کامران روز بالا قوز واسه ما درست میکنن. خدایا بسته دیگه اینقدر به ما حال دادی. دمت گرم. یه ذره واسه بنده‌های دیگر وقت بذار. مشی هستی. دایی مامان سلام. سلام. چی شد؟ رفتم دم خونه‌شون. واسه چی رفتی دم خونه این در به داغون؟ باید یه جوری خرش میکردم یا نه؟ خب
هیچ، شارژش کردم انداختمش وسط. بهش التیماتوم دادم. اونم گفت میشینم زیر پای ننم تا بی خیال کیس به این پول داریشه. آره مجبور این کارو بکنه. چرا؟ چون عاشقمه. بهش گفتم اگه بابای من به مامانش برسه پشت گوشه شدید منم ببینه. اگه نرسه چی؟ دیگه بستگی به تو داره پسرم جون. برو کنار. اگه به زودی زود یه زن مطلقه با یه بچه دبستانی به ریشت نبستن. طرف از این چپیاست، به درد مامان من نمیخوره که. من خاطرخواه احترام خانومم. از قدیم و ندیمم گفتن خاطرخواهی رسوایی داره. عزت میخوام کمکم کنی. سلام بفرمایید. نشناختین؟ نوشته بازگشت معشوقه بعد 1 ساعته. شما تا الان آب میریختی یارو از دنیا میرفت، هجران میکرد. این آب وصله. من که نفهمیدم چی گفتی، ولی این رفیقت کلا رد داده، دیوونه است. یعنی بهترین مرد دنیا رو تو گینس باید به نام این ثبت چی داری میگی عزت؟ معلوم هست؟ 3 4 5 میشه یه ذره شرف بزنی بگی در قدم رو رد کردن، یهو داستان نشه برام.